قال النبی صلی الله علیه و سلم اذا تبایعتم بالعینه، اگر شما با خرید و فروش عینه مشغول شوید و اخذتم اذناب البقر و دم گاوها را گیرید، یعنی فقط مشغول به گاوپایی شوید و رضیتم بالزرع و با زراعت و دهقانی راضی شوید و ترکتم الجهاد، جهادی در راه الله تعالی را ترک کنید، سلط الله علیکم ذلا، الله تعالی بر بالای شما یک خاریگری را حکم فرما میکند، شما همیشه خار و ذلیل باقی میمونید. لا ینزعه منکم حتی ترجعوا الی دینکم، اون خاری و ذلت را الله تعالی از سر شما نمیبرداره تا آن دمی که بازگشت به سوی دین خودتان نکنید. بنابراین مذهب حنفی رحمت الله علیهم گفتن که بهترین کسب جهاد است. گفتن بعضی سه مذهب اختلاف کردن، گفتن تجارت بهتر است، بعضی هاشون گفتن زراعت بهتر است دهقانی، بعضی ها گفتن صناعت بهتر است. مذهب حنفی میگه جهاد در راه الله تعالی بهتر است. برای چی؟ برای اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم مثال آوردن، شما اگر با خرید و فروش عینه یعنی رباخوری مشغول شوید، حیله‌گری کنید و اخذتم اذناب البقر، اگر گاو فروشی کنید، گاو پایی کنید، گاو فروختن، گاو پایی کردن حلال است، و رضیتم بالزرع، با زراعت مشغول شوید و راضی شوید، خوب از زراعت هم، لیکن و ترکتم الجهاد، اگر جهاد ترک کنید، اگر این کارهای هم کنید و جهاد هم ترک نکنید خوب است، لیکن اگر ترک جهاد کی کردید در نتیجه خار و ذلیل میگردید و آن خاری و ذلت را الله تعالی از شما نمیگیرد تا مادامی که به دینتون بر نگردید. و این ما به چشم حال دیده ایستادیم که امروز به سر مسلمان ها ذلت آمد، خاری آمد. اون زمانی که مسلمان ها عزیز بودن، مسلمان ها طبق شریعت کار میکردن، کافرها از مسلمان ها میترسیدن، مسلمان ها عزیز بودن، ذلیل نبودن، خار و ذلیل نبودن، برای اون که طبق دین کار میکردن.